الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های گرامی و عالی قدر برنامه بینش اسلامی، امیدوارم صحت و سلامت و عافیت بوده باشید و از خدای عظیمشان هم سپاسگزار هستیم که توفیق لطف فرمود تا انشالله که در خدمت شما عزیزان برنامه قرار داشته باشیم. بحث جلسه امروز ما شما را امتیازات و برتری های انسان و اینکه این امتیازات برای چی هست تشکیل میده. انسان موجودی است که یک سری از استثناءات و امتیازات و برتری ها داره که موجودات دیگر از اون بی بهره‌اند. تنها انسان دارنده است. حالا این امتیازات کدام ها هستند و برای چی؟ نکته مهم این که این کدام ها هست انسان مشخص به اون علم و آگاهی پیدا کنه و سپس به این طرف دیگر که برای چی هست الله سبحانه و تعالی این امتیازات رو برای انسان به چی هدف و غرض بخشیده است. اولین امتیاز انسان خلقت انسان، پیدایش انسان در احسن تقویم، در زیباترین چیره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدای اکبر این را تضمین می فرمایند که ما انسان را در زیباترین چیره و هویت و صورت به میان آوردیم. جالب است عزیزا، ارگاه شما از نظر هنر متوجه انسان شوید، از پا یک ذره از انحراف، یک ذره از کجی و کوری در ظاهر و بدن انسان دیده نمیشه. از سر تا پا شما منحمک شوید، دقیق شوید، تعمق بکنید. خلا کاستی بالاخره به عباره دیگر هیچ عضویت را شما در جای غیر خودش نمیابید. هر چیز در جای خودش است. با شمول یک تارمویی که گذاشته شده در هر قسمت در جای خودش گذاشته شده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. از نظر زیباشناسی که یک علم گسترده امروز است، بحث‌های بزرگی روی آن میشه. یگانه موجودی که زیبایی استثنایی داره حضرت انسان است. نشستنش، راه رفتنش، صحبت کردنش، لباس را در تن کردن، موتر را و ماشین را به اصطلاح سوار شدن و اون را گشتاندن، او بر و ای بر، خود را به او نقل مکان دادن و بالاخره هر حرکت و هر حالت انسان را شما مشاهده بکنید یک زیبایی و به اصطلاح یک زیبایی استثنایی را دارا است. این زیبایی استثنایی در دیگه چیزها نیست، قطعا در چیزهای دیگری قرار نداره. پس
انسان موجود استثناء در خلقتش، در احسن تقویم است. امتیاز دیگرش هم غیر زی داشتن روح مصفا که این را هم میشه در احسن تقویم شامل کرد. اما طوری که انسان از نظر ظاهر یک موجود استثنایی و زیبا و زیبایی و خلقت و هیکل و هویت و صورتش را خالق اعظم می‌داره و میکنه، از نظر باطن هم دارنده یک روح مصفا است. داشتن روح مصفا امتیاز دیگر انسان، روحی که تشریفاً و تکریماً ذات اقدس الهی به خود نسبت میده. و نفخت فیه من روحی. این دو پیام داره. پیام اول این که انسان دارنده روح مصفای استثنایی است، روح ویژه، روح عالی و برتر، روحی که معادل نداره. و دومی که ای که خدای بزرگ به خود نسبت میده، بر انسان تکریم و تعظیم بیشتر قائل شده باشه. داشتن روح مصفا امتیاز دیگر انسان که از استثناءات انسان است. انشالله در موضوع خودش در مورد به اصطلاح ویژگی های روح انسانی صحبت داریم، به مون اندازه‌ای که شریعت اسلامی به ما اجازه داده است. یعنی بر علاوه که روح عامل حیات است، سبب زنده ماندن انسان است، وظایف اساسی دیگری هم را به اصطلاح در انسان انجام میده. انشاءالله در موضوع و موقف خودش با آن اشارات و صحبت‌های خواهیم داشت. نکته سوم، داشتن عقل منکشف. یگانه موجودی که دارنده جوهری و ارزش به نام عقل از انسان است. عقل از امتیازات انسان است و انسان را نسبت به سایر موجودات برتری بخشیده است. اساسی ترین وظایف عقل را علما دو چیز معرفی میکنه. یک، کاشف اسرار هستی. عقل انسانی تمام اسرار را که ما و شما در پدیده ها و در هستی و در طبیعت میبینیم، کاشفش انسان، وسیله کشف عقل منکشف انسان. و چنانه که در برنامه ها و جلسات قبلی صحبت داشتیم که بلوغ عقلی و علم آدم الاسماء تا به الی یوم القیامه اسراری که در طبیعت و پدیده ها است توسط اولاد بشر با داشتن عقل منکشف بیرون کرده میشه و سرحد نداره به خود. همونطوری که خدای بزرگ به ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام نامها و اسما و اسرار آن را نشان داد، به ذریه‌اش هم اون اسما و با اسرارش انتقال کرده الی یوم القیامه. کاشف اسرار هستی عقل منکشف انسان. و ما قدر پیشرفت ها و به اصطلاح ترقی و تمدنی که هرچند یک باله هست امروز در جهان، این محصول عقل بشری و انسانی. و وظیفه دوم عقل وسیله تفکر است که مجموعی از مطالب توسط به اصطلاح حواس و چشم و گوش گرفته میشه، به مغز سپرده میشه، مغز تحلیل خود میکنه، اما آخرین تحلیل نه.
آخرین تحلیل باید قلب بکنه. کامپیوتری به نام قلب در انسان گذاشته شده است. انشالله در موضوع خودش به قلب اشارات داریم که جایگاه اراده است، تصمیم گیری، جایگاه قضاوت، جایگاه تعقل انسان. پس مجموعه مطالبی که انسان میگیره از مشاهده، از تفکر، از تحقیق، مغز تحلیل و ارزیابی خود میکنه و اون داده ها را به عقل به قلب میسپارد. آخرین تحلیلی که قلب کرد اون را میگیم که به عنوان عقیده و باور مبدل میشه و محل عقیده بدون شک قلب و باطن انسان است، محل باورهایش. و عقیده به مجموعی از باورها و ارزش‌های گفته میشه که انسان از او اعراض کرده نمیتونه. مثل که گری یک بار بسته شد، اما گری های به اصطلاح بسیار سخت دوباره باز نشه. پس عقیده هم مجموعی از باورهایی است که از شناختها و تفکر و تحقیق به میان میآید و انسان از او اعراض کرده و پشت کرده به آن نمیتواند. پس داشتن عقل منکشف یکی از امتیازات و برتری های انسان است که انسان را با سایر موجودات به اصطلاح جدا کرده است. امتیاز دیگر انسان، مقام خلافت، مقام کرامت. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. خلافت یعنی نیابت از ذات اقدس الهی. اول خدا هست، دوم انسان. نائب به کسی گفته میشه که صلاحیت امضا بر او داده شده باشد. جایگاه ما خیلی رفیع بلند است عزیزا. بین منحمک شیم، بین تجدید نظر بکنیم، کرسی عالی خلافت و نیابت ذات اقدس الهی را در سرزمین خدا باید اشغال بکنیم. از این جهت مقام خلافت یکی از امتیازات انسان است و برای اینکه حفظ شود ارشادات به خصوصی در این مورد وجود دارد. مثلا برای اینکه نماز جماعت دریافت شود وقت ضیق است، 1 دقیقه 2 دقیقه بر جماعت. آیا اجازه است انسان به خاطر گرفتن رکعت جماعت دوش بکنه، یعنی عادی رفتار نداشته باشه، بدوه؟ نه خیر. به سرعت رفتن یعنی از حالت عادی بیرون. چرا؟ به مقام بزرگ خلافت و کرامت انسان صدمه میرسه. پیغمبر اجازه نداده است علیه السلام. برای از اینکه مقام بزرگ خلافت و کرامت انسان حفظ شود، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم زیبا ارشاد می‌فرماید. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. ببینیم کسی که ایمان به الله و به روز معاد و آخرت و محاسبه داره، پس از زبانش یا خیر تولید شود، بیرون شود به نفع خودش و هم نوعانش و خلق الله، و یا هم ساکت بنشینه. یکی از صفات بارز مؤمنین واقعی که چیست؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اونا کسایی هستند که از موارد لغو و عبث و بیفایده ایراز میکنن، یعنی به طرف این گونه مسائل پشت میکنن. مقام بزرگ خلافت یکی از امتیازات انسان است. خیلی مقام بزرگ است، اما با تأسف که اکثریت قاطبه انسان ها چوکی بزرگ خلافت را گم کردن. از این جهت به کرامت خود هم متوجه نیستند. مقام کرامت امتیاز انسان. ولقد کرمنا بنی آدم. برای این نوع بشر ذات اقدس الهی و کرامت بخشیدیم.
انسان وجود کریم است، با عزت است. یک زمان یک جنازه عبور میکنه، اما شخص یهودی است. رسول علیه السلام از جایش بلند میشه. صحابه‌ای که در حول و حوش پیغمبر جمع شدن میگن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان نبوده. پیغمبر جواب میده مگر انسان نبود؟ انسان دارای کرامت، عزت و حرمت است، مقام کرامت. و از جمله امتیازات انسان صنعت و سلطه است. صنعت و سلطه یعنی ساخت و ساز. تمام چیزهایی که شما در روی زمین میبینین ساخت دست اول حضرت ذات اقدس الهی، ساخت دست دوم تغییراتی که شما میبینید، تحولاتی که در اشیاء و پدیده ها در این سرزمین خدا جل جلاله مطالعه میکنین، ساخت دست انسان است. صنعت، ساخت و ساز، امتیاز انسان، ویژگی انسان. حتی ملائک در ساخت و ساز نقشی ندارند، تنها بر انسانی ساخت و ساز اجازه داده شده است. و سلطه، آن چیزی که انسان تولید کرده و ساخت است، بعد به سر از اون نفوذ هم داره، مسلط هم است. طیاره های 900 سرنشین، هواپیماهای 900 سرنشین انسان ساخته، ولی مسلط هم است به فضا و به اعماق آسمان ها و اکناف اطراف آسمان ها هم بلندش میکنه و ساعت ها در اونجا بقا و به اصطلاح حفظش میکنه. از این جهت عزیزا، صنعت و سلطه یکی دیگر از امتیازات انسان است. و از جمله امتیازات انسان تصرف در بر و بحر. یگانه موجودی که در بر و بحر، در خشکی و در آب نفوذ کرده میتونه، رسیده میتونه و اون ساحره، یعنی چی بر باشه چی بحر، مورد استفاده و بهره‌گیری خویش قرار میده، حضرت انسان است. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. الله سبحانه و تعالی در خدمت گذاشته آنچه میان زمین و آسمان است. خدای بزرگ میگه ما در خدمت گذاشتیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، اما چیز در خدمت انسان. ابرها در خدمت انسان، مهتاب در خدمت انسان، آفتاب با همه بزرگی که داره در خدمت انسان. تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. بزرگترین گناه بعد از کفر و شرک غفلت است. درک نکردن رسالت های بزرگ و عظیمی که خدای اکبر به سر شانه های انسان گذاشته است. تصرف در بر و بحر امتیاز انسان از خود کسب نکرده. و این صنعت و سلطه، تصرف در بر و بحر، و مغز انسان هم بر نمیگرده. این کار مغزی نیست. مغز انسان ممکن 1 کیلو بوده باشه کم و بیش، ولی مغز بهائم، فیلهای ماموت و بهائم بزرگ تا 4 کیلو، 5 کیلو، 7 کیلو هم گزارش داده شده است. اگر قرار می بود که تصرفات و ساخت و ساز کار مطلق مغزی می بود، پس اونها باید نسبت به انسانها بسیار پیشگام می بودن، در حالی که چیز نداره. انسان متوجه باشه که پشت سر صنعت و سلطه و تصرف در بر و بحر دست بلا کیف خدا جل جلاله قرار داره، توحید قرار داره. اینجا انسان توحید را مطالعه بکنه که این دستاوردها از من نیست، این من نبودم و نیستم که این کار را میکنم. این پتانسیل خودی
خود من نیست که به ذات خود این را پیدا کنم. خیر، عطیه و بخشش بزرگ الهی است. خب عزیزا، انسان دارای امتیازاتی که عرض کردیم، خلقتش در احسن تقویم از نظر هنری و زیباشناسی، داشتن روح مصفا، داشتن عقل منکشف و دارا بودن مقام خلافت، صاحب بودن و دارنده بودن مقام کرامت، صنعت و سلطه و ساخت و ساز و بر آن مسلط بودن، تصرف در بر و بحر، همه‌اش برای یک نکته. اون چی هست؟ انسان این امتیازات را که میخوانه مطالعه میکنه خیلی دلش خوش میشه. خدا مرا اکرام کرده، اعزاز کرده بدون شک. اما این نعمت ها و امتیازات برای یک نکته نهایت تکان دهنده که اکثریت قاطبه انسان ها به اصطلاح تیر خود میارن، فکر خود نمیگیرن، راه گریز میپالن و یا تعریفی در این نکته از جان خود و به اصطلاح از بطن خود ارائه میکنه، از خیتولوژی خود ارائه میکنه. اون نکته ادای مسئولیت ها، ادای رسالت های بزرگی که خدای اکبر متوجه انسان ساخته. مسئولیت عزیزا، با این کلمه نمیشه که انسان شوخی بکنه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. مهمترین ابزار انتقال مفاهیم گرفت و انتقال مفاهیم را خدای اکبر نشانه قرار میگیره. میگه هر کدامش مورد بازخواست و مسئولیت قرار خواهد گرفت. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این امانت، این مسئولیت به آسمان ها و به کوه ها و به زمین به اصطلاح پیش کرده شده است، اما همه ایشان ایبا ورزیده است، اعراض کرده، از روی تکبر نه، از روی ناتوانی میگه ما نمیتونیم. فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان وارد ذهنه شده، من میگیرم، تو میگیری، این امتیازات هم از تو. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره فال به نام من دیوانه زدن. عزیزا، ما موجود مسئولیم. مسئولیت های بزرگ تاریخی، سیاسی، معنوی و شرعی داریم. این که این مسئولیت ها راه اداش، راه انجامش و رفع این تکالیف و مسئولیت ها چی ابزار کار داره، چی مسیر کار داره، انشالله که در برنامه های بعدی ادامه این بحث، یعنی چگونه این مسئولیت ها را رفع کرد در برابر همه نابسامانی هایی که از هر لحاظ موجود است، همه جانبه مشاهده میشه در کل کره زمین و در همه مجتمعات بشری. انشالله که در مباحث بعدی خدمت شما دوستان حاضر خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.